سلام، من ایمان آذرخیش هستم و اینجا برنامه بیوتی لیدرزه، جایی که از پزشکانی میشنویم که زیبایی رو میفهمن، میسازن و برای فردا معنا میکنن. مهمون امروز من کسیه که مرز بین پزشکی کلاسیک، فناوری و درمانهای نوآورانه رو بارها جابجا کرده. پزشکی با بیش از 3 دهه سابقه طبابت، سالها رهبری و جراحی، خالق تکنولوژی که میتونه مسیر استفاده از بافت چربی در درمانهای زیبایی رو وارد فصل جدیدی کنه. مؤسس کلینیک و شرکت زیست فناوری زیبابان و رئیس بخش ENT بیمارستان بانک ملی ایران. با افتخار خوش آمد میگم خدمت آقای دکتر شهریار نظری. سلام آقای دکتر، خوش اومدید برنامه رهبران زیبایی. سلام جناب آذرخیش، خیلی متشکرم از دعوتتون. آقای دکتر، خیلی‌ها امروز شما رو به عنوان یکی از چهره‌های با تجربه و تاثیرگذار این حوزه میشناسن. ولی قبل از تکنیک و موفقیت همیشه یک لحظه شروع وجود داره. اگه برگردیم به اون سالا که تازه مسیر پزشکی برای شما واقعی شد، اولین جرقه مسیر چی بود؟ تو اون روزا آقای دکتر نظری چه رویایی در سر داشت؟ من به عنوان یه دانش آموز که در دبیرستان البرز شروع کردم، شاید این خاطره برای که جالب باشه براتون، یه جاسویچی به من یه نفر هدیه داد، روش نوشته بود DR دکتر. بعد بچه گفتن که تو که هنوز دکتر نشدی، برای چی این جاسویچی؟ تو یا شهریاری یا نظری هستی، چه با اس باشه ان باشه، چرا مال تو دیه؟ گفتم برای که من میخوام دکتر شم. و از همون اول کار من واقعا این به عنوان یک نه فقط آرزو بلکه به عنوان یک هدفی که باید بهش برسم مد نظر داشتم و باید من بهترین دکتر میشدم. در دانشکده پزشکی هم شاگرد اول شدم، امتحان بورد تخصصی هم که دادم نفر اول بورد تخصصی، در امتحان کتبی من نفر دوم کلش شدم و بعدش هم که رفتم آمریکا دوره‌های فوق تخصصی گذروندم، باز هم در اونجا جزء افراد شاخص این کار بودم. آقای دکتر، شما بیش از 3 دهه از عمرتون رو در پزشکی سپری کردین، ولی چیزی که تو مسیر شما جذابه اینه که فقط درمان نکردین، ساختین، خلق کردین، ریسک کردین. اونجایی که فهمیدین قرار نیست فقط پزشک باشین بلکه کسی که ایده رو به واقعیت تبدیل میکنه، کجا بوده؟ همیشه یه سری سوالهای وجود داشته و این سوالها به عنوان یک پزشک برای ما در طول تاریخ طبابت از اول انسان که در غارها بوده تا امروز برقرار بوده که ما چطوری میتونیم یه قدم بهتری برداریم، چطوری میتونیم یه درد و رنجی رو یک ذره کمتر کنیم، چطوری میتونیم کاری رو به روش بهتر، کم خطرتر و مطمئنتری انجام بدیم. برای من هم به عنوان یک پزشک همیشه در درمان‌هایی که وجود داشته به عنوان درمان‌های کلاسیک و درمان‌هایی که در کتاب‌ها هست و توسط اساتید به ما آموخته شده اشکالاتی وجود داشته و کسی که کنجکاو باشه میره این اشکالات رو درک میکنه. من هیچ وقت یک پیرو که بخوام سرسری از مسائل اطاعت کنم یا کورکورانه اطاعت کنم نبودم و همیشه نظرات خودم رو داشتم و سعی کردم که اون نظرات رو اگر که درست باشه به اثبات برسونم و روی اون نظرات پافشاری کنم و اونها رو اجرا کنم. این روزا تو زیبایی همه از طبیعی بودن حرف میزنن. برای شما تعادل بین علم، اخلاق و زیبایی یعنی چی؟ کجا میگید این کار رو انجام نمیدم؟ به محض اینکه کسی بخواد غیر طبیعی بشه من انجام نمیدم. یعنی خط قرمز من عدم عبور از مرز طبیعت. از یک مجسمه ساز و نقاش ایتالیایی پرسیدن زیبایی یعنی چی؟ گفت زیبایی یعنی نه بتونی چیزی بهش اضافه کنی که زیباتر بشه و نه چیزی بتونی ازش کم کنی که زیباتر بشه. زیبایی یعنی اون چیزی که هر کس نگاه کنه بگه این زیباست و این در طبیعته. اختراع در فضای پزشکی فقط علم نیست، جنگ اعصاب، ناامیدی، دیوارای اداری، شک، شکست‌های مداوم. برسیم به پروژه‌ای که خیلی‌ها دربارش حرف میزنن ولی خیلی کم از پشت صحنه‌اش میدونن. میخوام یکم در مورد اختراعتون و پشت صحنه مسیرش برامون بگین. اصلا علت اختراع شکسته. شما باید اول شکست بخورید، این سوال در ذهنتون بیاد که چرا شکست خوردید، برید علل شکستتون رو بررسی بکنید و بخواید یک راه حل نوینی ارائه بدید، چون دشمن شما همونه. ولی شما وقتی که با راه‌های معمول نتونستید
اونو شکستش بدید، مجبورید راه حل جدیدی رو پیدا بکنید تا بتونید در مقابل اون ایستادگی بکنید یا بتونید شکستش بدید. من هم شکست خوردم در ترمیم ها، بسیار خجالت کشیدم از مریض هم که نتونستم اون کیری که یا اون مراقبتی که باید بهشون میدادم بدم، و بیشتر از هر کسی از خودم خجالت کشیدم که چرا علم من انقدر کمه، انقدر من ناتوانم، با وجودی که من در لبه های اون علم حرکت کرده بودم، میدیدم که این علم در ترمیم ها کافی نیست. خب همین الان خیلی مسائل وجود داره، مثلا در مورد سلول های بنیادی. من الان که به عنوان یه جراح هم جراحی میکنم هم درباره سلول‌های بنیادی مطالعه میکنم، میبینم ما چقدر در اول راه هستیم، چقدر در مولکولار مدیسین یا طب مولکولی ما در ابتدایی ترین نقاط هستیم. مسلما شما باید شکست بخورید و اینم یادمون باشه هر وقت یک کسی میخواد یه پله بره بالاتر، یه ذره که بالاتر رسید، بقیه تلاش نمیکنن بیان بالاتر، همه تلاش میکنن اینو بیارن پایینتر، هم سطح خودشون بکنن. پس این نوع برخوردها کاملا طبیعی میشه و شما اگه تصمیم گرفتید که به جای برسید، مهمترین کارتون اینه که پشت کارتون رو داشته باشید، ایمانتون رو ادامه بدید به اون چیزی که دارید، به هدفی که میدونید درسته. بالاخره راه حل پیدا خواهد شد. امید رو به نظر نباید دست داد. آدم وقتی سالها تو سیستم درمانی و زیبایی باشه صحنه‌های زیادی میبینه. تا حالا پیش اومده حرف یا لحظه‌ای ببینید که نگاهتون رو به کارتون عوض کنه، یا یه تجربه‌ای که ازش درس گرفته باشی؟ بسیار زیاد پیش اومده، یعنی انقدر زیاده که آدم بخواد ازش بیاد بیرون، میبینه که از بیرون که نگاه بکنه میبینه تقریبا همه لحظات ما همین بوده. تجربیاتی که ازش درس گرفتیم و نگاهی که میگفتم کاش که این کار رو یه ذره بهتر میتونستم انجام بدم. من خیلی خیلی کم پیش اومده که از کاری که کردم که همه ازش راضی بودن من خودم ازش راضی باشم. بزرگترین منتقد من همیشه خودم بودم. من همیشه با خودم رقابت کردم و به خاطر همین وقتی که کارامو گذاشتم جلوی خودم و با ریزبینی و با ذره‌بین نگاهشون کردم، دیدم همشون پر از اشکاله، باید اینها رو بهتر کرد. همه کارهای من بدون استثنا درس‌هایی هستن که من دارم ازشون میبینم و به خاطر همین آدم پیشرفت میکنه. به محض اینکه ما فکر کردیم در بهترین حالت خودمون هستیم، اون لحظه‌ای که ما عقب گردمون رو شروع کردیم. یه دونه از این تجربه ها رو میخوام با هم بشنویم با مخاطبا. خب دوستان میدونن که من در زمینه عوارض و کامپلیکیشن ها کار میکنم. عوارض و کامپلیکیشن ها یکی از مواردش به خصوص به خاطر تزریق فیلره. اگر فیلر یا همین ژل ها وارد رگ ها و عروق بشن، میتونن این رگ ها رو ببندن و ایجاد نکروز بکنن. نکروز یعنی بافت بمیره، سیاه بشه، بیفته، قانقاریا بشه. خب ما در درمان اینها مجبوریم از روش‌های استفاده کنیم که در درمان تصادفات، سوختگی‌ها و سرطان‌ها استفاده می‌کنیم. خب برای یه دختر جوان یا یه پسر جوان که مثلا خواسته بره مهمونی، گفته شب قبلش برم مطب یه پزشکی یه ذره فیلر بزنم و خوشگل‌تر بشم برم اون مهمونی، فردا با یک فاجعه‌ای مواجه بشه به نام نکروز، این اصلا قابل درک نیست برای خودش، برای خانوادهش که وارد چه چاه عمیقی افتاده و چطور ممکنه از این نجات پیدا بکنه. وقتی شما روی میز میذارید به عنوان گزینه‌های موجود که مثلا من باید یه پیوند عروقی رو از پیشانی شما بردارم و به بینی شما بزنم تا این بینی رو بازسازی بکنم، خب این دختر جوان اصلا سن و سالش به این مسئله نمیخوره، اصلا انتظاری همچه ترومایی به این بزرگی رو نداشته. خب ما چه کارش بکنیم؟ بذاریم این آیا خودکشی کنه یا از جامعه دور بشه و خودش رو در یک پستو و یک نهانخانه پنهان کنه، همیشه ماسک داشته باشه، هیچ وقت آینده‌ای نداشته باشه؟ دقیقاً این اتفاق برای من افتاد. یک دختر جوان اومد 17 روز بعد از اینکه فیلر زده بود و خیلی مشهوره این دختر جوان به نام سغرا، مشهوره در دنیا، چون بیشترین کسیه که تعداد خیلی زیادی از مردم دنیا این فرد رو دیدن. یک آرایشگر براش تزریق فیلر کرده در بینی و بینی ایشون سیاه شده. در صفحه اینستاگرام من تگش کردم و دوستان میتونن این رو ببینن. خب این اومد به من گفت اگر منم مطب تو هم برم بیرون و بگم که دیگه بگی نه، من دیگه کار خودم تمومه، برای خودم تمومه. من همونجا این جرقه در ذهنم رسید ما باید روش جدیدی ابداع بکنیم که آدم‌های مثل سغرا نخوان از جامعه
گریزان باشن، حداقل در ساده ترین حالت ممکن. و این امر پایه اختراع فتمامبران شد یا قشاع چربی. تو این حوزه همه میخوان سریع دیده شن، سریع نتیجه بگیرن، سریع معروف شن. اگه بخواید به نسل جدید پزشکی فقط یک هشدار بدید، اون چیه؟ سریع دیده شدن، سریع بالا رفتن. یک ضرب المثل فارسیه: فواره چو بالا رود سرنگون شود. به محض اینکه ما در اینستاگرام برامون هورا و کف زدن و کشیدن و تعداد فالوورامون یهو رفت بالا و بهمون پیشنهادهای مختلف تبلیغاتی و اینا شد، دقیقاً اون لحظه‌ایه که ما شروع به سقوط میکنیم. هر کس بخواد سریع بالا بره حتما سریع میفته پایین. ترند شدن این روزا با یه کلمات سلام جون دل، با یه همچه چیزی ممکنی شما میلیون ها فالوور هم پیدا کنید ولی به همون سرعت هم فراموش میشه. فقط کسانی که میتونن اثری از خودشون در علم و جامعه بذارن و کاری که میکنن ماندگاره، فقط همونها ماندگار میشن. الان خیلی ها تحت تاثیر عکس، ترند و فیلترها تصمیم میگیرن. اگه بخواید فقط یه توصیه به کسی بکنید که بین بهتر شدن برای خودش و تغییر برای نگاه دیگران گیر کرده، بهش چی میگی؟ الان تقریبا نمیشه تاثیر شبکه‌های اجتماعی رو بر تصور آدم‌ها از خودشون نفی کرد. آدم‌ها خودشون رو همیشه با عکس‌های فیلتردار مقایسه میکنن. متاسفانه خیلی دیگه نمیتونن عکس معمولی بگیرن، خودشون رو فقط از شیشه فیلتر میبینن. من فقط میتونم بگم این یک بیماریه که باعث شده آدم‌ها خودشون رو کم ببینن و اعتماد به نفسشون بیاد پایین. بریم یکم ریتم سوالا رو تغییر بدیم. چند تا سوال سریع، فقط یک جمله جواب بدید. وقتی خسته این، سکوت یا موسیقی؟ قطعاً موسیقی. هارد راک، یه چیز خیلی رقصی هیجانی. یعنی خستگیتون با اون در بدون شک. یه چیز کوچیک که خیلی شما رو خوشحال میکنه؟ کتاب. یه چیزی که هیچ کس درباره‌تون نمیتونه حدس بزنه؟ که من چقدر نویسنده اهل طنزیم. همه فکر میکنن من آدم جدیم ولی من کلا اهل طنز و شوخیم. مراجعه کننده هایی که با عکس سلبریتی میان و میپرسن من این میشم، جواب کوتاه و صادقانه‌تون چیه؟ من میگم کاشی میتونستم این کارو بکنم، یه از من بر نمیاد. یه خاطره خنده‌دار از مراجعینتون کلینیکتون برام تعریف میکنید؟ یه روز یه آقای اومد پیش من و حالا پوستش مشکلی داشت. برای زیبایی من بهش گفتم مثلا سیگار نکش، الکل استفاده نکن، غذاهای چرب نخور. و وقتی داشتم از مطب میرفتم بیرون دیدم یه نفر صدا کرد دکتر نظری. گفتم بله. یهو دیدم یه پولی گذاشت تو جیب من. گفتم بفرمایید این چیه گذاشتی؟ گفتش که خواستم از شما تشکر کنم و یه خواهش. گفتم بفرمایید. چرا؟ حالا پول گذاشت تو جیب من. من یادم اون موقع ویزیت ما 1000 تومان بود، ایشون یه تراول 50000 تومانی گذاشت تو جیب من. گفت من الکل حتما، غذای چربم حتما، خواهش میکنم بذار سیگار رو بکشم. آقا بکش. پول دست من رشوه میدی که بکشی یا نکشی. جناب دکتر، من به عنوان یه مهندس پزشک کنجکاوم بدونم تحقیقات و اختراعات شما فقط همون دستگاه قشای چربی بوده یا پروژه‌های دیگه‌ای هم در برنامه‌تون هست؟ همین امروز من با یه شرکت ساخت فناوری پزشکی جلسه داشتم برای اختراع جدیدمون که باز هم در درمان عوارض و به خصوص عوارض ناشی از ورود ژل‌ها به داخل عصب چشم که میتونه باعث کوری بشه. ما فقط 14 دقیقه وقت داریم برای که این جلوی کوری رو بگیریم. همیشه آدم 14 دقیقه چشم پزشک در اختیارش نیست که بتونه این کارو بکنه. ما یه دستگاهی رو ساختیم، طراحی کردیم و پیش ساختش رو انجام دادیم که میتونه در این فرصت طلایی به هر کسی کمک کنه که این بینایی رو باز پیدا کنه. به نظرم خیلی اختراع مهمی میتونه باشه. 100%. جناب دکتر، وقتی داشتم درباره کارنامه‌تون بیشتر مطالعه می‌کردم به یه بخش متفاوت رسیدم. شما فقط جراح نیستید، نویسنده و مترجم هم هستید و حتی یک کتابتون به اسم آرش کمانگیر بهترین کتاب سال نوجوانان ایران شده. چی باعث شد وارد دنیای نوشتن بشید؟ من تا به حال حداقل 7 از کتابام چاپ شده، نوشته هم به عنوان داستان‌های کوتاه و
چندین کتاب ترجمه هم دارم که در زمینه پزشکی نیستن. اینها بیشتر رمان، نمایشنامه، فیلمنامه و داستانهای حتی کودکان و نوجوانان هستند. به نظر من نوشتن اساره آدمیته و من دوست داشتم به جز اینکه اسمم در شناسنامه فرزندانم و روی سنگ قبرم حک بشه، روی جلد کتاب‌های هم که حاصل تصورات و تفکرات و عقاید من هم هست نقش داشته باشه. ما با سعدی، فردوسی و حافظ از قرنها پیش زندگی میکنیم. من هم امیدوارم روزی چنین شود. آقای دکتر، الان جراحی‌های زیبایی یه سریاشون واقعا داره میشه شبیه جراحی‌های زشتی. بر فرض اون فرد، اون مراجعه کننده یه چیزی رو از پزشک بخواد، چرا اون پزشک باید همچین کاری با صورت اون فرد بکنه؟ پزشک اگر پزشک باشه چنین کاری نمیکنه. اگر کسی دنبال بیزینس بود، دنبال پول بود و به هر کاری که مریضش خواست، حتی اگر که به خصوص اگر پزشک بدونه که این کار میتونه باعث آسیب به مریض بشه یا حداقل نفعی براش نداشته باشه، وارد شدن به این کار از قصب پزشکی بدوره. و اگر کسی این کار رو بکنه، از نظر من لکه‌ای بر رو پوش سفید پزشکیش گذاشته. اگه بخواین یه توصیه به نسل جدید پزشکا بکنید، اون چیه؟ خیلی از پزشکا این روزا ناامیدن به خاطر اینکه یه مقدار بردباری در سطح جامعه کم شده و شاید نگاه به پزشکا همه اون نگاه مهربانانه‌ای که پزشکا انتظار دارن نباشه. پزشکی از نظر من یعنی صبر، مداومت و مطالعه. اگر میخوایم پزشک خوبی باشیم که باید باشیم، جز این من حداقل راهی نمیشناسم. من از پزشکان جوانم میخوام که واقعا به پزشکانی که یه مقدار با تجربه هستن بپیوندن، مسلما هم از نظر آموزش و هم از نظر درآمدی و هم از نظر شهرت برای خودشون بهتره. اگر که بخواد یه پزشک جوانی از اول کار همه تجربیات خودش به تنهایی به دست بیاره، قطعا وارد چاله ها و چاهای در مقابلش خواهد بود که الزاماً نیاز نیست حتما در اونها بیفته تا اون تجربه رو به دست بیاره. خوبه که با افراد یه مقدار با تجربه تر بره. من همیشه به شاگردان میگم که بی پیر به خرابات مرد. جناب دکتر، اگه مخاطب این گفتگو فقط یک نکته با خودش ببره، شما دوست دارین اون نکته چی باشه؟ گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. پزشکی داستان جنگیدن، صبر کردن، خون جگر خوردن، اضطراب و استرس داشتنه. اما وقتی که فردی با لبخند میاد و برمیگرده و زیباییش برگشته، سلامتش برگشته، پزشک تمام اون پرداختهاشو با یک لبخند باز گرفته، دوباره به دست آورده. بسیار رشته جذابیه ولی بسیار سخته. فقط آدمای صبور میتونن وارد این رشته بشن. آقای دکتر، از حضورتون در این برنامه ممنونم. از شما یاد گرفتیم که زیبایی همیشه از چهره شروع نمیشه. از نوع نگاه، از عمق تجربه و از مسئولیت نسبت به انسان شروع میشه. ممنونم از حضورتون. سپاس از دعوتتون. رهبران واقعی زیبایی فقط درمان نمی کنند. اونها فرهنگ می سازن، آرام و مستمر، اما ماندگار.